اینگی رو که امشب وسیله این نوار به سمع شما میرسونیم در حال خاصی پر شده که به تذکر کوچیکی لازمه. سبای عزیز که 2 سال بیمار بود حالا خوب شده و این بزرگترین آرزوی دوستانشه، در اینجا حضور داره و این بزرگترین لذت برای ما. قربان شما. قربون شما. در محضر آقای ناظمی هم هستیم که همیشه اصلا ایشون معروفه به این که ذوق دوستان رو تحقیق میکنه و جمع میکنه و مرکز و مظهر ذوقه. دیگه از هر حیث که حساب کنید شرایط جمع. آقای کریمی هم که استاد آوازن تشریف دارن، آقای پایور که دیگه اصلا نگو یک دریا ذوق و صفا و این مرد واقعا محبت و صمیمیت و سنتورش هم که دیگه قوقا. بنابراین این نواری که به سمع شما میرسه شنونده عزیز الان باید دیگه اون چیزی باشه که واقعا مورد تمایل هر شنونده است. بنابراین شروع میکنیم. بیات ترک آقای پایور میزنه و آقای کریمی هم که البته مفتخر میکنن میخونن. جناب آقای ناظمی هم که از کنن مطهر ذوقن با ضرب خودشون نمک عجیبی به این قضیه خواهند داد.
سر همان که مثال کف پایی
دامن یار به دست آره نیکدگی نشناسیم که به حق نیکد جای باشد
پیر میخانه ام از خانه برون کرد ندارم که در این کوچه دلایی باشد
نوایی که به سمع شما رسید در روز جمعه 21 آبان 1338 ضبط شد.